زنده یاد دکتر زرینکوب در کتاب تاریخ سرزمینم این گونه می نویسد: پیش از یورش تازیان باران می آمد، می رقصیدیم. باد می وزید به خرمنگاه، می ریختیم و می رقصیدیم. تابستان و زمستان می شد، جشن می گرفتیم و می رقصیدیم. خلاصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی. تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان و آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان. تازیان که آمدند، باد که می آید وحشت می کنیم و قیامت در ذهنمان تجلی می کند و نماز وحشت می خوانیم. باران می آید، به یاد عذاب قبر اشک در چشمانمان حلقه می زند. همه سال را گریه بر رخسار خود می بندیم و به هر سال مرگ عزا را بر دلها و لبهایمان می نشانیم. پس بیایید آیین نیکان خود را زنده نگه داریم و تا جایی که می توانیم برقصیم و شادی کنیم. ایرانیان اصیل، حتما این پست را به اشتراک بگذارید و اگر به تاریخ ایران علاقه دارید اینستاگرام تاریخ دون رو